آقا امسالم زحمت ما افتاد گردن شما. انجام وظیفه است. ما که گفتیم مشتری میشیم، شما باور نکردی. این چه حرفیه؟ شما کلامت سنده. منصوری هم که من معرفی کردم. پورسانتش چی میشه؟ اون که حله، حساب میکنی. گفتم دفاتر رو هم برات بیارم. همه رو راست و ریز کن. اظهارنامه رو هم زحمتشو بکش. رو جفت چشام مهندس. فقط 12% یه خورده زیاد نیست؟ جون شما نمیصرفه، درد سر داره. آقا 10% خیرشو ببین. آخو خشکی نکن مهندس جان. باشه آقا 11%. باشه، یه مهندس که بیشتر نداری. فقط ببین گیر و گور مالیاتی نداشته باشم ها. مگه تا حالا مشکلی داشتی؟ زحمتشو من میکشم. باید برم 2 دستی تقویم مالیات کنم. مگه خودم بلد نیستم خرج کنم. شما که خرج نمی‌کنی. درست میره تو بالش. اوی یابو جان؟ با منی؟ نه آقا با شما نبودم. من برم. خوش باشی. فقط 11% ها. حله. مالیات تعطیل. تعطیل این ظهر جمعه. سلام. سلام بفرمایید. من پدر پریناز کامیاری ام، با هم تماس گرفتیم. بله اتاق 202 هستن سمت چپ. ممنون. سلام آقای دکتر. چی شده؟ سلام. دریچه قلب دخترتون باید سریعا تعویض بشه. خب چرا عمل نمی‌کنید؟ خب بودجه نیست. بودجه نیست یعنی چی؟ حالا ما چیکار کنیم؟ اول دعا، بعدم انشالله که بودجهش تامین بشه. همین. کار دیگه ای از دست ما بر نمیاد. متاسفم. نگران نباش بابا جون. من اینجا.